سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب و تنتون سالم باشه. اینجا چنل سایکوه. بریم یه توضیح مختصر در مورد چنل ببینیم. اول بگیم قراره چی کار کنیم. توی این چنل قراره که مباحث روانشناختی و به زبان ساده و عامیانه و خودمونی بیان کنیم که راحت تر بشه درکش کرد. حالا اصلا چرا بخوایم این کارو بکنیم؟ چیزی که تقریبا هممون فکر کنم دیدیم و درگیرش هستیم اینه که اواخر خیلی زیاد شده که در واقع در مورد مسائل روانشناسی، در مورد اختلال‌ها یا مثلا حتی صحبت در مورد روانشناسای بزرگ همه جا می‌بینیم، توی اینستا، توی تلگرام، که اصلا نمیشه تشخیص داد که کدوم درسته کدوم غلطه. و اگر که علم تخصصی و مثلا مدرک دانشگاهی یا حالا به صورت جداگانه خودتون تحقیق نکرده باشین، واقعا ممکنه که اشتباه کنین و کسایی که در واقع درسشو خوندن یا بلدن یا تو این هیته تحقیق کردن متوجه میشن که یک سری از این صحبت‌ها واقعا صحبت‌های اشتباه و چرندیه و حتی میشه گفت بعضیاش برعکس صحبت اصلیه و این خیلی مشکل بزرگیه. و خب اکثر ماها علم تخصصی توی روانشناسی رو نداریم. من میخوام به زبان خیلی ساده و خلاصه و کوتاه یه سری موضوعات اصلی رو با هم دیگه بحث کنیم که اصلا یه اطلاعات کمی هم که شده در موردش داشته باشیم که اگر صحبتی، متنی، جمله‌ای جای دیدیم، اگر حداقل برعکس در واقع موضوع اصلی بود اینو متوجهش بشیم. چون گفتم خیلی اتفاق بزرگ و بدیه. ما اکثرا توی این دوره زمونه دچار حالت‌ها و اختلالات میشیم، حالا به خاطر محیط، به خاطر هر چیزی. و خب این که چنگ بزنیم به این صحبت‌ها و به این جمله‌ها در واقع کار درست نیست. حداقل اگه بتونیم یه اطلاعات کوچیکی هم داشته باشیم میتونه به خودمون خیلی کمک کنه. خیلی طولانی نکنم مقدمه رو، بریم این قسمت رو شروع کنیم. حالا این قسمت میخوام با چی شروع کنم؟ با افسردگی. چون افسردگی هم خیلی شایعه، یعنی خیلی از آدما میگیرن و به نظر خود من و حالا یه سری از کتابام اینو گفتن که همه آدما توی زندگیشون افسردگی رو تجربه میکنن، حالا توی شدت‌های متفاوتی، توی حالت‌های متفاوتی یا توی مدت زمان متفاوتی. و به نظر من این میشه گفت اصلی ترین اختلاله و خب توی خود روانشناسی همش میگن سرماخوردگی روانی، چون خیلی شایعه. حالا اصلا افسردگی چی هست؟ توی کتابی که من بر اساس اون صحبتامون هست اکثرنش کتاب DSM-5 اومده چی گفته که افسردگی یک دوره طولانی مدت از غم و اندوه و گوشه‌گیریه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی هر کی که غمگین و اندوهگین باشه افسرده است؟ نه. کتاب میگه وقتی که همه آدما دوره‌های غم و اندوه رو دارن توی زندگیشون، ولی وقتی که بعدش چند روز و چند هفته به حالت عادی و به زندگی عادیشون برمیگردن. اگر آدم بعد از در واقع یه دوره بعد از چند هفته دوباره نتونه به زندگی عادیش برگرده و زندگیش و بعدای زندگیش دچار اختلال بشه، به اون میگیم افسردگی. حالا افسردگی معیارهایی داره که بر اساس اون معیارها و مدت زمان نشون دادنشون و شدتشون میتونیم تشخیص بدیم که افسردگی داریم یا نه. من میخوام خیلی خلاصه و تونتون بهتون بگم نشانه ها رو. اگر که بخواید خیلی ریزش کنیم طولانی میشه، ولی خودتون اگر دوست داشتید میتونید کتاب DSM-5 و یا حالا کتابایی که بر مبنای DSM-5 تهیه کنید. توی اونجا دقیق و با جزئیات نشانه ها رو گفته که در واقع 4 تا معیار داره برای افسردگی، نشانه های افسردگی. یکی هیجانی، شناختی، رفتاری، فیزیکیه. حالا منظورش از نشانه های هیجانی چیه؟ منظورش اینه که مثلا فرد خیلی وقت دیگه احساس غمگینی داره، اندوهگینی داره و هیجاناتش منفیه کامل، یعنی احساسات و هیجانات منفی فقط داره دریافت میکنه و خیلی وقته که هیجانات مثبت تجربه نکرده.
و دیگه انگیزه‌ای نداره، امیدی به آینده نداره، کارهایی که قبلا انجام میداده دیگه هیچ حس خوبی بهش نمیداد. حتی اگر قبل از شروع دوره افسردگی احساس خوبی بهش میداده، الان دیگه اون کارها حس و لذت خوبی بهش نمیده. هیچ کاری رو دوست نداره به هیچ کاری دست بزنه. اینا میشه هیجانات منفی، یعنی هر کاری میکنه حالش خوب نمیشه، باز غمگینه، باز اندوهگینه. یه نکته رو این وسط بهتون بگم که باید بهش توجه داشته باشیم، توی کتابم گفته، اینه که ما در واقع توی روانشناسی نمیتونیم برچسب که نباید بزنیم و باید اینم توجه کنیم که هر فردی با فرد دیگه، یعنی هر فرد مختص به خودش یک نوع اختلال رو دچار میشه. منظورم چیه؟ یعنی اینکه نمیشه دقیق بگیم هر کسی که این و این و این رو داشته باشه پس افسرده است، پس مثلا ADHD، پس PTSD. نه، خیلی تخصصی تره. برای همینه که در واقع پیشنهاد میشه اگر که حس کردین و بر اساس این صحبتایی که من الان دارم میکنم یه چیز خیلی مقدمه ایه که یک جرقه باشه، اگر واقعا حس کردین که شاید دچار این موضوعات شده باشید حتما پیش یه متخصص برین. چرا؟ ببینید افراد بر اساس خودشون، بر اساس چیزی که هستن در واقع تشخیص داده میشن. چرا اینا میگم؟ چون بر اساس زندگی معمول هر فرده و همون چیزی که هست فرد تشخیص داده میشه. ممکنه یک سری افراد توی زندگی معمولی و عادیشون هم خیلی آدمای شلوغی نباشن، خیلی آدمای مثلا پر انگیزه‌ای نباشن، یه زندگی معمول آرومی داشته باشن. ما نمیتونیم بگیم که این فرد دچار اختلال شده. این عادیه. وقتی که با زندگی معمول و عادی شما تفاوت کنه اون دوره و در واقع اختلال ایجاد کنه توی زندگیتون، اون موقع است که ما میگیم دچار یکی از اختلالات روانشناختی شدیم. برگردیم به نشانه های هیجانی رو بهتون گفتم. نشانه های شناختی یعنی طرز فکر خود آدم نسبت به خودش به طور کلی. حالا یعنی چی؟ یعنی همه این طرز فکر نسبت به خودش منفیه. ما آدم بازنده ام، آدم شکست خورده ام، حتی لیاقت زندگی کردن ندارم، شاید اگه من بمیرم زندگی بقیه بهتر بشه، من قرار نیست توی آینده به هیچ موفقیتی برسم و تمام فکر و ذکر نسبت به خودش منفیه. نشانه‌های شناختی هم گفتیم. میرسیم به نشانه‌های رفتاری. نشانه‌های رفتاری کتاب گفته که ممکنه افراد کند بشن، یعنی که حتی راه رفتنشون، صحبت کردنشون، انجام فعالیتاشون دچار یک کندی میشه. یعنی یه سوال ازش میپرسی خیلی طول میکشه تا به تو جواب بده. بازم تاکید میکنن فرق کرده باشه با قبلش، یعنی فرد ممکنه کاملا از اول تولدش اینجوری بوده، نمیتونی روش برچسب بزنی، ولی فردی بوده که نه مثلا تون حرف میزنه الان فرق کرده باشه. یا گفته خیلی احتمالش کمتره، ممکنه که بعضیا دچار بیقراری بشن برعکس اون کندی، یعنی تون شده، حس میکنی همیشه عجله داره، همیشه بیقراره. میرسیم به نشانه‌های فیزیکی. نشانه فیزیکی حالا میگه که شامل خواب میشه. اکثرا انسان‌ها خیلی میخوابن، یعنی همیشه خستن، با کوچکترین فعالیتی انرژی زیادی انجام میدن، همیشه تو تختن، حال ندارن بیدار بشن، حتی اگر که خوابم نباشن حال ندارن حتی چشماشون رو باز کنن. ولی عده‌ای هم هستن که دچار بیخوابی میشن برعکس، یعنی شب‌ها یا خوابشون نمیبره یا اگه خوابشون ببره مدام تو طول شب بیدار میشن. این مشکل هست. مشکل بعدی پرخوری یا کمخوریه. افراد ممکنه که دچار پرخوری عصبی بشن، یعنی حتی وقتی گرسنه‌شون هم نیست شروع به غذا خوردن میکنن، انگار این کار حس میکنن آرومشون میکنه، یا برعکس هیچ اشتهایی ندارن، اصلا میلی به غذا ندارن. این نشانه هایی بود که کلی برای افسردگی گفته بود. حالا یه نکته یا باید بگم بهتون، افسردگی نوع داره و نوعش بر چه اساسی ایجاد شده؟ انواع افسردگی بر اساس نشانه هایی که آدمو نشون میدن، بر اساس مدت زمانی که اون نشانه ها رو نشون میدن و شدتش و علت ایجادش. توی کتاب گفته علل اصلی وجود افسردگی توی آدما 2 تا دلیل اصلیه: فقدان و شکست. انسان هایی که فقدان تجربه میکنن، حالا شخص یا ممکنه یک کاری، یه موضوع اساسی توی زندگیشون باشه، یا شکست های بزرگ، این 2 تا دلایل کلی و اصلی تر افسردگی هست. و خب ممکنه حالا به دلایل دیگه‌ای هم پیش بیاد، یعنی قطعا فردی که فقدان تجربه میکنه، سوگ عزیزی رو تجربه میکنه، ما ازش انتظار نداریم که از همون روز اول دوباره به خودش برگرده، بهش زمان میدیم.
ولی خب زمان دادن هم مدتی داره، یعنی فرد بعد از چند روزی چند هفته‌ای باید سعی کنه که به حالت اولش برگرده. اگر که سعی نکنیم دوباره خودمون رو روپا کنیم، ما توی این افسردگی و حس غم غرق میشیم، بهش عادت میکنیم. غم و افسردگی چیزی هستن که آدم بهش عادت میکنه و بعد از این مدت حتی دیگه متوجه نیست که دچار اون حس و اون غمه و فکر میکنه زندگی عادی شده. پس باید حواسمون رو جمع کنیم. خب نشانه ها رو هم گفتیم. الان میخوام بهتون انواع افسردگی ها بگم. انواع افسردگی، یه افسردگی عمده کتاب گفته که منظورش این بوده توی طول 2 هفته یه سری نشانه گفته که بعد نشون بدیم. بازم بهتون میگم اگه خواستین کتابایی که بهتون معرفی کردن رو بریم تهیه کنین بخونین، اونجا دقیق بهتون نشانه ها رو گفته که هر کدوم باید چه جوری باشه، توی چه مدتی نشون بده. ولی من میخوام اینجا یه خلاصه ازش بگم. تو طول مدت 2 هفته یک سری نشانه رو باید نشون بدین. و حالا به طور کلی افسردگی عمده چیه؟ فرد توی اکثر ساعات روز یک حس غمگینی، ناامیدی، دلشکستگی، انرژی شدیدی رو داره تجربه میکنه و حالش توی طول 2 هفته هر روز این حس رو داره و اون نشانه هایی که توی کتاب گفته شده. یه افسردگی دیگه کتاب گفته افسردگی دائم. توی اون فرد باید اون نشانه هایی که گفته رو توی مدت 2 سال نشون بده. حالا تفاوت افسردگی عمده و دائم چیه؟ اینو یه خلاصه بهتون بگم. افسردگی عمده شدتش بیشتره ولی توی مدت زمان کمتریه. افسردگی دائم بهتون گفتم تو مدت 2 سال کتاب گفته، ولی گفته شدتش کمتر از افسردگی دائمه. عمده است، عذر میخوام. یعنی اینکه افسردگی دائم فرد که داره تو مدت 2 سال یه غمگینی کم ولی مزمن داره، ولی افسردگی عمده تو طول 2 هفته افسردگی شدید و حال بد شدیدی داره تجربه میکنه. یه نوع دیگه کتاب افسردگی گفته که ترکیب این دوتا است، بهش میگه افسردگی دوبله. یعنی ممکنه حتی فرد تو مدت افسردگی دائم که 2 ساله بازه های افسردگی عمده هم تجربه کنه. این میشه افسردگی دوبله، یعنی هم افسردگی دائم داره هم افسردگی عمده رو تو این طول زمان افسردگی دائم حس میکنه. یه افسردگی دیگه کتاب گفته افسردگی فصلی گفته، افسردگی پیش از قاعدگی گفته و خب افسردگی اصلی همون 2 تا وسطای اصلیه که بهتون گفتم. الان یه موضوعی که میخوام بهتون بگم اینه که برای درمان خیلی از ماها اصلا نمیدونیم که یعنی درمان یعنی چی توی روانشناسی و کی دچار درمان میشیم و یعنی دیگه تموم شده این اختلال. توی کتابم این موضوع ذکر کرده برای هر اختلالی مدت زمان و تعداد نشانه‌ای ذکر میشه که اگر فرد بعد اون مدت زمان مثلا میگه اگر که از این 10 تا نشانه که 5 تا 4 تا 3 تا حس کردین شما دچار درمان جزئی شدین. میدونین برای هر اختلال متفاوته. ولی اگر که بهتون بازه میده مثلا تو بازه 2 ماه هیچ نشانه حس نکردین، شما در واقع درمان کلی و کاملتون رو دارین سپری میکنین. اینم چیزی که گفتم حالا در مورد درمان بهتون بگم. یه موضوع دیگه که میخوام بگم در مورد اینه که چجوری حالا تشخیص بدیم. یکی از راه‌های تشخیص همین نشانه‌هایی که بهتون گفتم که توی کتابا هست، ولی من بازم بهتون توصیه میکنم اگر که حس کردین نسبت با این صحبت‌های من شاید دچار این اختلال باشین، حتما در واقع به یک روانشناس، روانپزشک، مشاور زبده مراجعه کنید. و خب یه راه دیگه هم استفاده از پرسشنامه‌های افسردگیه که پرسشنامه بک هست، همیلتون هست و میتونید نسبت به این پرسشنامه‌ها در واقع بعضی از سایت‌ها آنلاین گذاشتن و جواب بهتون میدن و باید حتما اگر خواستین از پرسشنامه استفاده کنین دقت کنین که پرسشنامه معتبری باشه. سعی میکنم پرسشنامه معتبر بهتون اینجا معرفی کنم، ولی پرسشنامه هم باز بهتره که خود متخصص برای شما در واقع تفسیر کنه، چون نسبت به شخص شما با ویژگی‌های شما اون تفسیر رو بهتون میده. سعی کردم یه خلاصه و کلیتی از افسردگی بهتون بدم. امیدوارم براتون مفید باشه و حتما اگر که نظری داشتین، اگر که موضوعی مد نظرتون بود که خواستین در موردش صحبت کنین، حتما برای من کامنت کنین. انتقادات و پیشنهاداتون خیلی به من میتونه کمک کنه. سابسکرایب کنید، لایک کنید و خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. خدا نگهدار.